همونطوری که گفتم این اولین ویدیوی منه و قصد از ساخت این ویدیو معرفی خودمه. چرا اصلا من این چنل رو زدم؟ خب دوستان عزیز، من اسمم نواله و دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی بودم، فارغ التحصیل شدم و از خیلی وقت پیش یادگیری زبان رو شروع کردم. 5 سال سابقه تدریس دارم در مؤسسات مختلف، آموزشگاه‌های متفاوت، آنلاین و حضوری. کتاب‌های مختلف بسیار زیادی تدریس کردم به گروه‌های سنین مختلف مثل کودک و نوجوان و حتی بزرگسال تا سنین مثلا 60 سال اینها تدریس کردم. دوستان عزیز، ما در این چنل میخوایم خودآموز زبان یاد بگیریم و خیلی نکات طلایی که اونا رو در مکالمات روزمره استفاده کنیم و مثل این مطالبی نیست که فقط مثلا یه مطلب یاد بگیرین ازش استفاده نکنید. حتما به دردتون میخوره. نکات بسیار جدید و روزمره رو براتون میگم که به دردتون میخوره. مثلا مکالمات در سفر، انگلیسی در سفر که خیلی ها دنبالشن و حتی مثلا برای کلاس خصوصی هم ثبت نام میکنن، باز هم به خوبی نمیتونن در سفر صحبت کنن. پس لطفا ویدیوهای بعدی رو حتما نگاه کنید. بهتون قول میدم پشیمون نمیشین از اینکه کانال ما رو سابسکرایب کنید. میتونید چند تا ویدیو رو ببینید و بعدش تصمیم بگیرید که سابسکرایب کنید، ولی بهتون تضمین میکنم که ویدیوهای جذاب قراره بزنم. خب بچه‌ها، ما تو ویدیو بعدی میخوایم ببینیم که چرا حالا خودآموز یاد بگیریم، چرا به آموزشگاه نریم. این یک رازه که من اینو با تجربه به دست آوردم، پس حتما ویدیو بعدی رو ببینید که بهتون میگم این راز چیه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و منو حمایت کنید که بتونم ویدیوی بیشتری بذارم. روز شبتون بخیر. خدا نگهدار.